سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدید چنل من محمد ریپر هستم. این اپیزود از سری آرکرافتمون میخوایم بریم استون آف دستی رو درست کنیم که یکی از مهمترین بابلای بازیه. استون آف دستی ایشون که مهمترین آیتمش نپتونیوم اینگات هست. دو تا گلوینگ اینگات دارم از ما به این چند تدی که داخل کوتا پیدا کردم. دو تا گلوینگ اینگات داد بهم که برای دوتای دیگه این دوتا رو دارم. برای دوتای دیگه من آرمور سیلور دارم که میتونم اینا رو آب کنم که بهمون سیلور اینگات بده. ولی بلیز ندارم. مشکلمون اینه که بلیز ندارم که برای اونم یه کاری میتونیم کنیم. پای نداره میپزه. اصلا من لولم 25 بعد بیام گدرینگمو بکنم 16 اگه بشه که فیشینگ دایموندی اوکی کنیم. نرسید. حالا میخوایم بریم بلیز فارم کنیم، شاید رسید. یه تو این سوپریم شارپنسه اون اپیزودهای اولش یه دونه بتل تاور بلیزدار بود. اینجا یه مینی بتل تاور بود که بلیز داشتش. اون موقع ضعیف بودم، زورم به بلیزا نمیرسه، ولی الان اندازه کافی قوی شدم که بلیزا رو بکشم و یه ذره بلیز را جمع کنم. اوکی فاینالی کوشین. بس طبقات پایین رو ببندم که یو. چرا من این زیر خالی کردم این اسکولو؟ درستم چرا ترکی تو داشت؟ من سگجون تر از این حرف هم فعلا. شاید همه‌شون دارن دراپ میکنن. بدم بعدش خرابه. بای بای. نانچکم کو؟ نانچکسم کو؟ نانچکسمو بده. اوکی یه ذره نمیرم حالا از فایر. اوی اوکی یا اول فضل. اوکی حالا بلیزادی که میخواستیم رو داریم. 8 تا بلیز راد. سیلور چقدرم زیاد داد. اوکی چطور دیگه هم خالی کنم فعلا. گلوینگ اینگاتا سیلورا و بلیز. آها این از گلوینگ اینگات. بعد ایشون. حالا ایشون اینم یه فیشینگات خفن. حالا این چندم خیلی اهمیت خاصی نداره. حالا من باید یه محیط امن و سیف واسه خودم درست کنم، توش بکمبم و فقط ماهیگیری کنم. من که میتونم مثلا یه دونه پله بذارم رو همون ماهیگیری میکنم. حالا خاصی نمیکنم. من لب دریا ماهیگیری شروع کنم. از بینگ بگم دارم.
هولی شیت، بالاخره نپتونیوم اینگاس رو گیر آوردم. ببین من 1488 دو تا اونور تقریبا 83 بار ماهی گرفتم و بالاخره این کوفتی رو گیر آوردم. هولی شیت، استون آف د سی گریسفولم شد. به به، یکی از خفن ترین. ببین میخوام بابلا رو ریت بدم. آنخ، دراگون آی، رینگ آف ریجن، یه گردنبند دیگه هم هست که خیلی کمیابه، باید آمالگالیشو بکشه که اون خیلی خداست. بعد اون میرم به استون آف دی سی. اولش که دیگه میتونم راحت بدونه این آب بخورم، دیگه به دردم نمیخوره و آب تمیز باشه، چون کلا هیچ آبی ایراشم نمیده. وقتی تو آب میرم همه جا روشنه، نفسم بی‌نهایته و سریعم، راحتم خیلی بیشتر میشه. نگه چه افکتایی داره؟ ایف میگیریم یه جوره، کنترل میگیریم هم یه جوره. اوکی، این از این بود که اپیزودهای بعدی یا میریم سراغ اوشن دانجن، یا میرم سراغ راک، یا میرم برای سلاح برم بو بسازم، چون تا حالا از بو استفاده نکردم تو این سری. خیلی خب بچه، خیلی خوشحال شدم همه من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین، کامنت فرموش کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. بچه ویدیو بعدی خدافظ.